سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی را میبینید. امروز چهارشنبه 6 نوامبر است و من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگویم. هوا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی صبح امروز ابری 8 درجه گرمی دارد و حرارت دوام روز به 12 درجه میرسد. هوا در شهر دوشنبه نیز پر ابر بوده، حرارت دوام روز به 10 درجه خواهد رسید. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. بر اثر یک حمله گروه مسلح نامعلوم نقابدار به دیدبانگاه مرزی شماره 4 اشقاباد قسم حربی اتریاد سرحدی سلطان آباد، یک مرزبان تاجیک و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان به هلاکت رسیدند. این قسم مرزبانی در مرز تاجیکستان ازبکستان در ناحیه رودکی جایگیر است. با اطلاع مرکزی مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در این حادثه 15 تن از حمله‌وران کشته و 5 تن دیگری آنها بازداشت شدند. منبع میگوید که حادثه ساعت‌های 3:23 دقیقه صورت گرفته است و گروه مسلح عبارت از 20 نفر با اسلحه شبانگاه به این دیدبانگاه حمله بردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان هم با پخش یک خبرنامه میگوید که افراد ضمن حمله 5 اتومات کلاشنیکوف را تصرف نمودند. با اطلاع وزارت کارهای داخله، در پی دنباله‌گیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان شماره بازداشت شده ها را که به دهه اسنبای ناحیه رودکی فرار نمودند 4 نفر گفته است. مقامات تا هنوز درباره هویت این گروه مسلح معلومات ارائه نکردند و نیز شخصیت 2 کارمند نهادهای انتظامی که در این حادثه کشته شدند اعلان نشده است. مقامات میگویند که در حال حاضر در جای حادثه گروهی تفتیشاتی فوری عمل میکند. از منبع‌های دیگر معلومات بیشتر درباره این حادثه تا کنون دسترس نیست. در پی این حادثه در شهر دوشنبه و ناحیه‌های اطراف تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده است. در نقطه‌های اصلی پایتخت نظامیان با اسلحه به چشم می‌رسند. نظامی‌ها اساساً ماشین‌های سیاه شیشه را نگاه داشته خودروها را کافت و کوب می‌کنند. یک گروه کاری تاجیکستان برای علامتگذاری بعضی قطعه‌های مرزی مشترک با ازبکستان رفتند. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت یک کمیسیه با سفارش محمد طاهر زاکرزاده معاون نخست وزیر به این ولایت آمده در مسئله علامتگذاری مرز با ازبکستان کار کرده ایستادند. جناب احمدزاده گفت در مسئله علامتگذاری مرز با ازبکستان یگان مشکلی وجود ندارد و روزهای نزدیک جزئیات آن معین کرده می شود و به سمع اخبار عمومی رسانده می شود. مسئولان کمیته اداره زمینی تاجیکستان حاضر نشدند جزئیات علامتگذاری مرز با ازبکستان را شرح دهند. خودداری مقامات از شرح علامتگذاری مرز با ازبکستان باعث شده است که خبرهای زید و نقیض در این باره پیدا شود. سازش برای قطعه‌های نامعین مرز میان تاجیکستان و ازبکستان 1.5 سال پیش در جریان سفر شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه حاصل شده بود. پارلمان تاجیکستان هم ماه اپریل سال 2018 سازشنامه تعیین بیش از 192 کیلومتر مرز بحثی با ازبکستان را تصویب کرده بود. مقامات آن زمان گفتند که تنها یک منطقه ناچیز میان سرحد دو کشور نامعین باقی مانده است. جزئیات این سازشنامه نیز معلوم نیست. تاجیکستان و ازبکستان 1326 کیلومتر مرزی مشترک دارند که به گفته مقامات تاجیک 1319 کیلومتر آن الکی دقیق شده است. یک سازمان حامی حقوق گفت دادستان کل جمهوری بلاروس درخواست تاجیکستان درباره استرداد فرهاد آدینایف، یکی از مخالفان دولت و روزنامه‌نگار مستقل را رد کرده است. هیومن کانستانتا روز 5 نوامبر با نشر این خبر از تصمیم بلاروس استقبال کرد. واکنش مقامات تاجیکستان به این خبر فعلا معلوم نیست. مقامات تاجیکستان فرهاد آدینایف را به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ و افراطگرایی سازمان‌های افراطگرایی متهم می‌کنند. پرونده بر ضد آدینایف ماه اکتبر سال 2018 باز شده است. نستا لایکا نماینده این سازمان حامی حقوق بشر گفت روز 5 نوامبر به آنها خبر دادند که با گذشت 41 روز از بازداشت فرهاد آدینایف دادستانی با وکیل دفاع و خویشاوندان او اطلاع داده است که درخواست تاجیکستان برای استرداد او رد شده است. بر اساس قانون دادستانی باید در این مدت یا قرار رهایی و یا قرار
تمدید مهلت بازداشت را قبول کند. فرهاد اودینایف روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کامنیلوک واقع در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان راهی شهری ورشاوا بود. نمایندگان مخالفین تاجیک در خارجه میگویند فرهاد اودینایف چند سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده در مسکو زندگی آرامی داشت. بعد بازداشت فرهاد اودینایف 11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند که او را به تاجیکستان استرداد نکند. فرهاد اودینایف 42 سال داشته، زاده ناحیه حصار است. سال 2013 به حیث یکی از مؤسسان تلویزیون صفا در مسکو کار کرده است که از ماه اوگوست تا نوامبر آن برنامه‌ها تهیه می‌کرد. دو ساکن جماعت واروخ ناحیه اسفره که 3 هفته قبل از طرف مرزبانان قرقیزستان بازداشت شده بودند، بعد پرداخت جریمه به تاجیکستان برگشتند. مرافعه دادگاهی آنها 5 نوامبر برگزار شده است. نور محمد کریموف، یکی از نزدیکان بازداشت شده ها، امروز به رادیو آزادی گفت دادگاهی بادکند بایس جان بابا حسنوف و دلشاد کریموف را به عبور غیرقانونی مرز گناهکار دانست و امر داد که 37,000 سامانی جریمه سپارند. وی گفت که هر دو به شهر اسفره رسیدند و به واروخ می روند. نور محمد کریموف افزود پس از پرداخت جریمه هر دو در حجم 74,000 سامانی آنها را آزاد کردند. دو ساکن جماعت واروخ را شام 14 اکتبر هنگام شکار در موضع پول آفتاب رویه سرحدبانان قرقیزستان بازداشت کرده به بادکند بردند. دیرتر نزدیکان بازداشت شده ها آگاهی یافتند که مرزبانان قرقیز هر دو را با تفنگ‌های شکاریشان بردند و در بازداشتگاه موقتی شهر بادکند نگاه می‌دارند. مقامات قرقیزستان تا هنوز بازداشت شهروند تاجیکستان را شرح ندادند. نزدیکان دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان میگویند بابا حسنوف و کریموف در چراگاهی متعلق به تاجیکستان با نام پول آفتاب رویه بازداشت شدند. بخشمندان این دو نفر گفتند که بازداشت شدگان به عبور غیرقانونی مرز متهم میشوند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. در این منطقه های بحث برانگیز بارها بین ساکنان دو کشور جنجال و زنازنی صورت گرفته و به خونریزی کشیده است. بازداشت شهروندان دو طرف هم در مناطق صورت میگیرد که بحث برانگیزند و هر دو کشور آنها را قلمروی خود میشمارد. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادری دارد که میخواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر، واتساپ و ایمو به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 39 59 است. یادآور میشویم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان میشویم. حالا رو میاریم به خبرها از خارج تاجیکستان. ایالات متحده آمریکا میگوید توسعه فعالیت‌های مربوط به غنی‌گردانی اوران از طرف ایران یک قدم بزرگ در سمت نادرست است. این اظهارات ایالات متحده آمریکا بعد از آن نشر شد که تهران گفت که ورود ایزوتوپ اورانیوم به سنتریفوگ‌ها را در کارگاه فردو آغاز می‌کند. بر پایه سازش هسته‌ای ایران با کشورهای ابرقدرت جهان در سال 2015 این عمل منع می‌باشد. سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گفت ایران هیچ سببی قابل اعتماد ندارد که برنامه غنی‌گردانی اوران را در کارگاه فردو و یا جای دیگر آغاز کند و این عمل انزوای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی را عمیق‌تر خواهد کرد. دپارتمنت دولتی افزوده است که تا زمان قطع غنی‌گردانی اوران و فعالیت‌های ناآرام کننده فشار روی ایران زیاد خواهد بود. اورانی غنی گردانیده شده امکان دارد در راکتورهای هسته‌ای همچون مواد سوخت و همچون برای تولید اسلحه هسته‌ای استفاده شود. رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله برنامه نوی تطبیق صلح در افغانستان را که از طرف پرزیدنت اشرف غنی پیشنهاد شده است غیر واقعی نامید. در ماه سپتامبر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مذاکرات صلح با طالبان را قطع کرد. ماه گذشته گروه کاری زیر نظارت اشرف غنی پیشنهاد عبارت از 7 ماده را پیشکش کرد که در آن مذاکرات ایالات متحده آمریکا و طالبان و ختم جنگ 18 ساله در افغانستان مد نظر است. عبدالله در انتخابات پرزیدنتی افغانستان رقیب پرزیدنت فعلی اشرف غنی بود. تا به حال نتیجه انتخابات اعلام نشده است. طالبان تا کنون از مذاکرات با حکومت افغانستان خودداری نموده آن را لختک ایالات متحده آمریکا مینامند.
عبدالله میگوید در هر گونه مذاکرات صلح حضور حکومت افغانستان مهم است، خواه این هیئت را غنی رهبری کند و یا خودی عبدالله. کمیته تفتیشات روسیه میگوید که یک مرد زاده قرقیزستان را با اتهام طرح‌ریزی حمله تروریستی در شهر مسکو بازداشت نموده است. سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه یولیا ایوانووا میگوید تالنت آنوروف سال 1989 زاده شده در قرقیزستان به دنیا آمده است. او 3 نوامبر دستگیر شد و به قول ایوانووا به جرمش اقرار شده است. منصبداران وزارت کارهای خارجی قرقیزستان میگویند تا به حال معلوم نیست که آنوروف شهروند قرقیزستان هست و یا نه. سفارت قرقیزستان در مسکو این قضیه را تحقیق دارد. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبر با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعاری که بانک ملی امروز تعیین کرده است، $1 آمریکایی 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو 10 سومانی و 78 درم و 1000 روبل روسی 153 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالبی ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.